أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. مقدمة في علوم القرآن. هذه مقدمة في علوم القرآن. این یک درس مقدمه از مقدماتی که ما و شما بحث داریم یا داشتیم تعلق دارد به علوم القرآن، که علوم قرآن یا به قرآن کریم به چند علوم مشتمل است. آن طرف علوم القرآن را به جز از رب العالمین و صاحب القرآن که محمد رسول الله است کسی دیگر نمیداند و نمیتواند که به انتهاش برسد. قرآن عظیمشان یک بحری بیکران است. ما مطابق آنچه که از اساتذه شنیدیم، علمای راسخین، علمای وارثین، عرفا، اولیاء الله، اصحاب العلوم والمعارف اللدونیه در کتبشان ذکر کرده، ما ناقلی بیش نیستیم، از آن نقل میکنیم. لذا عنوان بحث است علوم القرآن، که قرآن عظیم شان به چند علوم، به چند نوعی از علوم مشتمل است. شاعر می فرماید جمیع العلوم، جمع آمده، جمیع العلوم فی القرآن لكن تقاصرت عنها افهام الرجال، یا جمیع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه یا تقاصرت عنه افهام الرجال. مولانا صاحب روم در مثنوی شریف می فرماید یتیمی که ناکرده قرآن درست، یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه 7 ملت بشست. آن کتابی زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. به هر صورت قرآن عظیم شان، علوم قرآن لا تعد ولا تحصى است. چرا که قرآن، علم قرآن علم الله تبارک و تعالی است. علم قرآن تعلق دارد به آن ذاتی که نازل کرده است قرآن را. منزل القرآن، نازل کننده قرآن رب العالمین است. رب العالمین، علم رب العالمین لا متناهی است. قرآن هم، علم قرآن هم لا متناهی است. جای دیگر رب العالمین می فرماید در پاره 21، در پاره 21 می فرماید ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحور ما نفدت كلمات الله. الآية. ولو كلمة لو، ولو أن ما في الأرض من شجرة، اگر تمام درختانی که در روی زمین است، تمام درختان اشجار، من شجرتین، درختانی که در روی زمین است، من هم من استغراقی است. ولو ان ما فی الارض، تمام روی زمین چی است؟ من شجرتین، تمام شاخه های درخت چی شود؟ اقلام، قلم جور شود، قلم، همه قلم شود. والبحر یمده، تمام بحرهایی که میبینن 3 حصه دنیا جهان آب است، این تمام بحرهای روی زمین این رنگ شود، رنگی قلم شود. والبحر یمده، این دوات شود، رنگ شود، سیاهی شود برای قلم. تمام درختان زمین قلم جور شود، تمام بحرها رنگ شود. و من بعده 7 أبحور، بحرهای دنیا را بان، بعد از این 7 بحر دیگه هم باشه. ما نفدت کلمات الله، کلمات الله تبارک و تعالی را، علم الله تبارک و تعالی را، صفات الله تبارک و تعالی، حکم الله تبارک و تعالی
علوم قرآن عظیم شان را، حکم قرآن عظیم شان را، نکات قرآن عظیم شان را، مباحث قرآن عظیم شان را، علوم و معارف قرآن عظیم شان را، دقائق و اسرار و بلاغت قرآن عظیم شان را، نکات قرآن عظیم شان را، رموز و اسرار قرآن عظیم شان را به پایان رسانیدن نمیتواند. ما نفیدت، به پایان رسانیدن نمیتواند، خلاص کردن نمیتواند، به انتها رسانیدن نمیتواند. ما نفیدت کلمات الله، کلمات الله به پایان نمیرسد. قرآن کلمات الله، کتاب الله کلمات الله، کلمات الله صفات الله، لہذا این به انتها نمیرسد، بحری بیکران است. بعضی بیاقلا و احمقا است که نبی علیه السلام میگن چقدر علم داره، چقدر علم داره، او خانه قرآن چقدر علم داره. علم نبی علیه السلام علم قرآن است. خلاص آنچه که در قرآن است اینمی علوم نبی علیه السلام است. حالم تو نمیدانی؟ قصیده برده یک مصرع آورده: ومن علومه علم اللوح والقلم، ومن علومه علم اللوح والقلم. حضرت مصطفی علیه السلام بیشمار علوم داشتند. بعضی از علومشان علم لوح و قلم است. ذاتی که از لوح و قلم سخن میگوید، خودت پیش خود فکر بکنی. هر شخصی که در این مباحث صحبت میکند، سخن میگوید، مقصودش چی است؟ مقصودش بجز از تنقیص شأن رسول الله چیز دیگر نیست. علم رسول الله چی است؟ قرآن است. خلاص قرآن از غیب سخن گفته، این علم رسول الله است. پیش بینی کرده، علم رسول الله است. 1000 سال بعد قرآن پیش بینی کرده، اینمی پیش بینی قولی کی است؟ علم رسول الله است. قرآن به کی آمده؟ قرآن از کی آمده؟ از الله. توسط کی آمده؟ جبریل امین. به کی آمده؟ به رسول الله. خلاص تمامی علومی که در قرآن است این علوم رسول الله است. به هر صورت گفتم حقیقت علم حقیقی قرآن، واقعی علوم قرآن کس تا به حال درک کرده نتانسته است. علم قرآن آن وقت به پایان خواهد رسید که جهان به پایان برسد. دنیا چقدر علما آمدن، چقدر ادیبا آمدن در بخش‌های مختلف، در ابعاد و مضامین مختلف قرآن کریم تفاسیر نوشتند. 1000 جلد در 1000 مجلدات، 500 مجلد، 800 مجلد. مثلا حضرت امام محی الدین شیخ امام اکبر امام محی الدین ابن عربی رضی الله عنه و ارضاه در 1000 جلد کتاب تفسیر نوشته. در 1000 جلد تفسیر نوشته. این تفسیر در کتابخانه های عربی و در ترکیه فعلا موجود است، فعلا متداول است. و همچنان امام غزالی رحمت الله علیه تفسیر نوشته به نام تفسیری حدائق ذات بهجه. بعضی ها منصوب به شیخ اکبر صاحب میکنن، بعضی ها منصوب به این میکنن. این هم در 1000 جلد است. بعضی ها میفرمان که 24 جلد ازی فقط بالای بسم الله الرحمن الرحیم است. این علم است یا کدام چیز دیگه است؟ امام غزالی رحمت الله علیه استاد ما شیخ حمدالله جان داجوی رحمه الله تعالی میفرمودند که ما در یک مکتبه در سعودی رفتم، در بخش تفاسیر قسم التفسیر در اوجا رفتم. یک تفسیر دیدم که جلد آخری دیدم که 1000 نوشته است، یعنی 1000 جلد نوشته است، جلد 1000م. کتابخانه والا را گفتم که این کارمنده که دیگه یزی در کجاست؟ باز گفت این از این الماری شروع میشه. گفت که این جلای اولش که دیدم که 24 جلد ازی فقط بالای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده. باز گفت جلد اخیرش هم دیدم، در مجلد اخیر نوشته کرده بود، در مجلد اخیر، در اخیر نوشته کرده بود العلم للرحمن، العلم للرحمن
وسائر الخلق فی جهالات یتغمغمون، یا وسائر الناس فی جهالات یتغمغمون. گفته علم رحمان است، علم الله تبارک و تعالی است. آخرش نوشته کرده، 1000 جلد نوشته، در آخرش اینمی جمله را نوشته کرده، اظهار عجز کرده، اظهار ناتوانی کرده، اظهار نادانی کرده، نادانی. گفته العلم للرحمن، علم الله تبارک و تعالی است. وسائر الناس وسائر الخلق، دیگر انسان ها و مخلوقات کی در علم گپ میزنند، علم قرآن سخن میگویند، کتاب می نوشند، فی جهالات یتغمغمون، در جهالات ها و نادانی های خود غرق هستند، یتغمغمون، غم میکنند. گفت دیدم که تفسیر از امام غزالی رحمت الله علیه به نام تفسیر علایی، تفسیر العلایی. لحاظا او قسمی 400 و 500 خود لا تعد و لا تحصا تفاسیر است. این 40 و 50 و 60 خود فلان در اختیار ما و شما هم است. به هر صورت به زبانهای مختلف، به طرز مختلف، در ابعادی تفاسیر است. فقط در بخش ساینسی، بخش تکوینات، آیاتی که تعلق به تکوین دارد، فقط در این بخش تکوینی تفسیر نوشته شده. مثلا جواهر القرآن طنطاوی، محتمیم مدرسه جامع الازهر مصر، غفر الله له، و بغیر ازی فقط در بخش چیزش، در بخش احکام، در بخش احکام یجوز و لا یجوز مستقل تفاسیر است. در بخش اعراب قرآن مستقل تفاسیر است. در بخش کلمات و صیغه قرآن مستقل تفاسیر است. در بخش آیات‌های جهاد مستقل تفاسیر است. در بخش میراث مستقل تفاسیر است. انسان بخی حیران میمونه. در قصص، در مواعظ، در وعد، در وعید، در اوامر، در نواهی مستقل تفاسیر نوشته شده. همه چی است؟ علوم القرآن. لہذا علوم القرآن به انتهاست. اما آنچه که ما میگوییم مطابق آنچه که مصنفین علمای کرام نوشتند امان را میگوییم. حافظ جلال الدین سیوطی رحمه الله تعالی در الاتقان فی علوم القرآن در باب 18 نوشته است که در قرآن عظیم شان 80 علوم است. قرآن کریم مشتمل به 80 علوم است. شیخ ابن العربی، شیخ محیدین اکبر محیدین ابن عربی می فرماید که قرآن عظیم شان مشتمل به 70,000 علوم است، به 70,000 علوم است. لہذا یا مطابق فهم و برداشت و درک خودشان گفتن، و اگر نمی گفتم که علم قرآن از درک عام انسان و بشریت بالاست. هر متکلم و کلام خود، هر مؤلف، هر مصنف به تصنیف و تالیف خود مطابق آنچه که به او معلوم شده، منکشف شده، امور نوشته کرده. باز گفته که علم قرآن این قدر است. لہذا کسی که در شأن در علم رسالت مآب از الله بترسد، در علوم رسالت مآب ذات بابرکات باید سخن نگوید. علم رسول الله یعنی علم قرآن، علم قرآن یعنی علم الله. الله تبارک و تعالی اینمی قرآن علم الله است. اینمی را الله تبارک و تعالی و پیغمبرش نازل کرده. باز با وحی خفی برش توضیحات و تفصیلاتش هم برش گفته او برش فهمانده پیغمبر اسلام. لہذا در علم رسول الله را کسی که مبحث قرار میده که پیغمبر خدا چقدر میدانسته باشه، نعوذ بالله چقدر میدانسته باشه. آیا تو کی هستی که علم پیغمبر را مبحث قرار میدی؟ تو کی هستی که دیگه چیزا را خلاص کردی؟ تو کار زمین را نیکو ساختی که اکنون با آسمان بپرداختی. آیا تو کی؟ انما یعرفو ذا الفضل من الناس ذووه. آیا تو در مرتبه رسول الله نعوذ بالله رسیدی؟ تو از کمالات نبوت حصہ گرفته ای؟ تو به ولایت کبرا مشرف هستی؟ به ولایت ملأ الاعلی مشرف هستی؟ شیخ اکبر محیدین ابن عربی چون که از جمله بسیار اولی مقام بسیار بالاست، این آخرین زور و آخرین حد و رسایی خود بیان کرده، گفته در قرآن 70,000 علوم است.
یعنی علم رسول الله صلی الله علیه و 70,000 علوم یاد دارن. خب تو از کجا میگی وطن دار؟ تو از کی میگی؟ ما تو کی؟ تو علم مرا بحث کردن نمیتونی. تو علم ساقی محمد ما بحث قرار دادن نمیتونی. علم ساقی محمد تجزیه و تحلیل و بررسی کردن نمیتونی. علم ساقی محمد تحدید کردن نمیتونی. ساقی محمد که یک بنده ضعیفی حقیر است، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذار او خونه خراب تفوه نگو، دن باز نگو، دنت پاره میشه. این بیادبی است و مقصود ازش چی است؟ والا پیغمبر خو علمش به علم خدا برابر نیست. علم پیغمبر خو به علم خدا برابر نیست. اگر علم پیغمبر به علم خدا برابر شود نعوذ بالله با شرک میآید. همین قرآن علم کیست؟ تورات، انجیل، تمام صحف 104 کتاب آسمانی علمش تمامی در قرآن است نیست. همه ما کتاب کی بود؟ کتاب الله بود. کتاب الله علوم الله اما در قرآن است یا نیست؟ اینمی علم الله تبارک و تعالی و آتیناه من لدنا علم امیر و پیغمبر خدا داده. چه میگید تو؟ و مقصود از این مباحث چی است؟ امی تو مقصود چی است که بسیار کنکاوی که میکنی مشگافی که میکنی نکته پالی که میکنی، هدف آخرت که انسان بررسی میکنه فقط نعوذ بالله تنقیص شان رسول الله است. چی کنم؟ یک تنقیص پیدا کنم که نبی علیه السلام ناقص است، نعوذ بالله تنقیص شان داره. پیش خود فکر بکنید. به هر صورت آمدیم خلاصه علوم قرآن. رجعی تمام علوم قرآن 70,000 است یا 700,000 است یا 7 میلیون است یا 70 میلیون است. هر چقدر علوم لا تعد ولا تحصى است. با این خلاصه از این شاه ولی الله صاحب جمع کرده. شاه ولی الله صاحب خلاصه و اجمال و مرجعش چند علوم ذکر کرده. یعنی علوم قرآن. اول در قرآن چند علوم است؟ اجمالا تمام علوم قرآن راجع به 5 علوم می شود. اول علم العقاید. علم العقاید دیگر نامش علم الکلام، دیگر نامش علم الاصول، اصول اعتقادی. دوم علم الاحکام، احکام حلال و حرام، یعنی یجوز و لا یجوز. سوم علم که در قرآن است علم التذکیر بآلاء الله. علم التذکیر بآلاء الله، تذکیر و یادداشت به نعمتهای خداوند متعال که از زمان حضرت آدم شروع تا به این دم بالای چقدر اقوام الله تعالی چقدر انعام کرده. انعامات عمده در قرآن ذکر است. التذکیر بآلاء الله. وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب موسی وذکر فی الکتاب ادریس آمده. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی. و دیگر چهارم علمی چی؟ التذکیر بایام الله. علم التذکیر بایام الله، تذکیر یادداشت به روزهای خدا. روزهای خدا چه معنا؟ چقدر واقعات، چقدر حوادث، چقدر بلا و آفات بالای اقوام سابقه گذشته، همه در قرآن ذکر است. این هم علم است. پنجم علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت. پنجم قسم علم قرآن علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت و ما بعد الموت. خلاصه شاه ولی الله فرموده تمام علوم قرآن به 5 قسم راجع می شود، یعنی راجع می شود. علم العقاید، علم الاحکام، علم التذکیر بآلاء الله. چهارم علم التذکیر بایام الله. پنجم علم التذکیر بالموت و ما بعده. اینی خلاصش. از همین خاطر مطابق همین علومی که شاه ولی الله چه فرموده است تمام آیات را ترتیب داده می شود به همین قسم. تمام آیات قرآنی رجعش به طرف این 5 علوم است. مثلا آیات اوامر،
در قرآن چقدر آیات از تعلق به اوامر داره؟ آیاتی که تعلق دارد به اوامر 1000 است. 1000 آیت تعلق دارد به اوامر. این اوامر میگن اقیموا الصلاة و آتوا الزکات اذکروا الله فاقتلوا المشرکین و جاهدوا فی سبیل الله افعل 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 افعل. 1000 آیت امر است. دوم 1000 آیت نواهی است. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا اموال اليتامى. یعنی لا 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 مکن 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 مکن، لا تفعل لا تفعل. این 1000 آیت نهی است. این هم راجع به همین علوم شد. 1000 آیت امر، 1000 آیت نواهی، 1000 آیه وعد است. وعد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزولا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اینی همه وعد است. این کار کردی این نعمت برات داده می شود، اینی عمل کردی این کار جهاد کردی این برات داده می شود. در دنیا اینی کار کردی اینی وعد است، در دنیا این کار کردی در آخرت برات اینی مقام جنت است، اینی نعمت است، اینی حور است، اینی غلمان است. این میگه 1000 آیات وعده های خداست. 3000 شد. چهارم 1000 آیات وعید است. ان الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك لهم عذاب النار، ان الذين يلحدون ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا اولئك لهم عذاب اليم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینی همه وعیدات است. اینی عملی بد کردی اینی چیز است، اینی عملی بد کردی اینی عذاب است، اینی عملی بد کردی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا او يقتلوا او يصلبوا او ينفوا من الارض او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب اليم. این وعید است. اینی کاری بد کردی اینی نافرمانی کردی اینی عذاب است. 4000 چی شد؟ 5000 آیت شد. 1000 آیت اوامر، 1000 آیت نواهی، 1000 آیت وعد، 1000 آیت وعید و 1000 آیت امثال. 1000 آیت امثال است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين فمثله كمثل الكلب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اینی مثال ها نشان داد. و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون است، امرأة فرعون و امرأة لوط كانتا تحت امرأة خائس و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما وضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل و غیره و غیره. همه اینی مثال است. 1000 آیت در قرآن مثال آمده. 1000 آیت دیگر در قرآن قصص است. قصص نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن فاقصص القصص. مستقل سوره آمده، سوره القصص. سوره انبیاء درباره انبیاء کرام آمده. سوره انبیاء کرام، واقعات انبیاء کرام از زمان حضرت آدم و واقع ابلیس شروع تا به زمان حضرت عیسی مسیح و به در بالا کردن حضرت عیسی مسیح و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم. همه این میشه از آیات قصص است. لقد كان لكم في قصصهم عبرة، لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الابصار. قصص الاولین موعظة للآخرین. قصه ها که در قرآن بیان می شود قصه های قرآنی، داستان قرآنی، قصص الانبیاء، همه به خاطر عبرت ما و شماست. 1000 اوامر، 1000 نواهی، 1000 وعد، 1000 وعید، 4000، 1000 امثال، 5000، 1000 قصص، 6000 شد. 6000 آیت شد. 500 آیت حل و حرمت. 500 آیت
حل و حرمت یا مولوب قرآن است. 500 آیت تعلق دارد به حل و حرمت، یعنی حلال است اینی حرام است. تفسیرات احمدیه که مصنف نورالانوار نوشته کرده، آیات الاحکام قرطبی یا آیات الاحکام صابونی دیگر 500 آیت علماء کرام تفسیر کردن، یعنی حل و حرمت است، یعنی حلال است اینی حرام است، یعنی حلال است اینی. 500 آیت تعلق دارد به حل و حرمت. چه شد؟ 5500 آیت شد. 6500 آیت شد. 6500 آیت. باقی چه من ناسخ و منسوخ. ناسخ و منسوخ، تعداد ناسخ و منسوخ 166 آیت است. و قول مشهور 166 آیت ناسخ و منسوخ است. لہذا بنابر قول مشهور کل آیات قرآن کریم 6666 آیت است. اشپک زره، اشپک سوه، اشپک اشپیت آیتونه دی. 6666 6666 آیت ہے قرآن کا. سب قرآن کا 6666 آیت ہے. سعدی صاحب می فرماید آیت قرآن چه خوش و دلکش است، یا سور قرآن چه خوش و دلکش است. 6666 است. ایوان مولای بیقل گم بزنه قبول نداره و دیوانگی خودش به خودش است که والا این قدر علما گفتن، یه سعدی تا گفته یک دشمنی با صوفیه کرام میکنن و اولیاء الله. بعضی آیات ها که تفاوت آمده براتون ما تفاوت میگم. تعدادی مشهور اینمی است. چرا ما گفتم 1000 آیت امر، 1000 نواهی، 1000 وعد، 1000 وعید، 1000 امثال، 1000 قصص. شد 6000. 500 آیات حل و حرمت شد 6500. 166 آیت ناسخ و منسوخ. 6666 آیت. آمدیم تفاوتی آیت ها که در بعضی جاها بعضی اقوال که مبیش گفته این بنا بر وقف است، بنا بر تداخل است. مثلا ببین سوره فاتحه، سوره الفاتحه را ببین تمام علمای مالکیه ما، مالکیه و حنابله ما، مذهبی تمام مالکیه و حنابله این است که سوره فاتحه بغیر بسم الله الرحمن الرحیم 7 آیت است و بسم الله الرحمن الرحیم یعنی مستقل آیت است. موالک حنابل رحمت الله علیهم یا می فرمایند سوره فاتحه 7 آیت است بدون بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم مستقل آیت است. وقتی بسم الله مستقل آیت شد سوره فاتحه با امر بسم الله 8 آیت شد. این ولی سوره قرآنی 114 سوره قرآنی است، یک سورت بسم الله ندارد، نو 313 آیت اضافه شد بنا بر قول موالک و حنابله. شافعی رحمت الله علیه می فرماید سوره فاتحه 7 آیت است، از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. ایتوس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، بعضی قارئ که میچسبونن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، این یک آیت تا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین 7 آیت میشه. 7 آیت شمار میکنه امام شافعی رحمت الله علیه. اینی بعضی آیات در بعضی جمله بندی به حساب تمام شدن معنا تداخل پیدا کرده، بعضیا به لحاظ وقف است وقف نمیکنن. این چیز 2 آیت یک آیت حساب کردن یا چند آیت یک آیت حساب کردن. مثال واضح در سوره فاتحه. قرآن که در قرآن 113 سورت که در اول بسم الله الرحمن الرحیم آمده 113 آیت شد. اینه که بالای 6666 علاوه کنی زیاد می شود. قول مشهور نمی است. لہذا پس در مذهب ما خلاصه ای که در مذهب حنفی رحمت الله تعالی علیهم اجمعین بنا بر قول صحیح بنا بر مذهب ما تمامی آیات کل آیات قرآن کریم 6666 آیات به ترتیب براتون گفتم. تمام اکثر قرائات
قرا بنا بر همین به همین طرز است. اینی قولی که بود شوالی ولاسه که تمام علوم قرآن راجع می شود به 5 علوم بنا به اساس اینمی شمارشی امی آیات ها. خب اول چی بود؟ علم العقاید بود. اولین علم عقیده است. علم عقاید متوجه باشین الرجع و ارجاع علم عقاید به چه چیز می شود. علم عقاید اما مباحث عمدش، مباحث مهم و عمده علم عقاید چه چیز است؟ توحید، التوحید و الرساله و القیامه. توحید 1، 2 رسالت، 3 قیامت. علم عقاید که اشاره عقاید که این اول تا آخر میخونی تو به عذاب قبر. این سه چیز است. از توحید ذات و صفات گپ زده، الرسالت نبوت گپ زده، معجزات و غیره و غیره، از قیامت گپ زده و عذاب القبر حق. این اول علم عقاید یا علم توحید، رسالت، قیامت. در این بخش به دلایل مختلف اشاره شده. اثبات توحید به دلایل مختلف آمده، اثبات وحدانیت الله و همچنان اثبات الرسالت که رسالت هم رسالت حق است و اثبات الچی قیامت از قبر شروع میشه. من مات فقط قامت قیامته. انسانی که مرد قیامت صغرا بالاش قایم است. از همین بعد اینی همه علم عقاید است. در مسائل توحیدی دلایل مختلف قرآن پیش میکنه. در بعضی وقت قرآن عظیمشان دلایل نقلی پیش میکنه. دلیل نقلی در قرآن میاره دوام ایمان توحیده. قرآن عظیمشان با دلایل نقلی پیش میکنه که برای اهل سنت و الجماعت که اهل حق است دلایل نقلیه مسلم است، از جمله مسلمات است. اینو نقلی گفته می شود. مثلا قرآن می فرماید و انه لفی زبور الاولین. اینی حواله است. در قرآن حواله آمد به دلیل نقلی و این چیز اثبات رسالت میکند، اثبات حقانیت قرآن میکنه. او خونه خرابا او مشرکین مکه اگر شما از چی؟ از نبوت رسول الله، از رسالت محمد عربی انکار دارین، از حقانیت قرآن انکار دارین، من به شما دلیلی نقلی پیش میکنم، حواله براتون قرآن میده. و انه لفی زبور الاولین. ذکر همین نبی، ذکر نبی آخر زمان یک چیز ناآشنا عجیب و غریب و بدعت نیست. جای دیگه قرآن چه میگه؟ قل ما اكون بدعا من الرسول. قل ما اكون بدعا من الرسول. بگو ای مردم اهل مکه ما یک بدعت نیستم، در پیغمبری خود یک چیزی بدعت و عجیب و غریب نیستم، از من پیش بسیار پیغمبران دیگه آمده. حواله میته و انه لفی زبور الاولین. ذکر نبوت من یا ذکر خود قرآن در تورات آمده است. برین از یهودا پرسان کنین، برین از در انجیل زبور، در زبور اولین، زبور جمع زبور است، کتاب های سابقه، برین از به انجیل مراجعه کنین، به تورات مراجعه کنین. آیا ذکر نبوت ما، صفات و اوصاف من، صفات و اوصاف امت من، صفات و اوصاف قرآن دوجه است یا نیست؟ این دلیل چیست؟ دلیل نقلی است. اگر شما دلایلی چیزی که در تورات ذکر است، در انجیل ذکر است قبول دارین و همچنین قرآن عظیمشان یهود مخاطب قرار میده، نصارا را مخاطب قرار میده، بنی اسرائیل را مخاطب قرار میده. او بنی اسرائیل بخیل، بنی اسرائیل بسیار قوم متعصب است. اولین کسی که مؤسس و تهدابگذار و بنیانگذار تعصب است یهود و قوم بنی اسرائیل است. تعصب قوم پرستی داشتند. 12 قبیله تقسیم بودن، قوم پرست، نیشنل بودن، نیشنالیسم بودن، نیشنالیست، فاشیست، قوم پرست بودن. یکی خدا از دیگر، یک قبیله خدا از قبیله دیگر اشرف میدانست، دیگر بد میگم. از همین خاطر سری آب جنگ میکردن، سری علفشر جنگ میکردن، سری مرغزار جنگ میکردن، سری زمین جنگ میکردن، سری من و سلوا جنگ کردن، خانه خرابا زدن، آخر به گوساله پرستی مبتلا شدن. گوساله پرست همین بود که فانفجرت منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم. زد آمدن پیش موسی علیه السلام که ما تشنگی مردیم، برای ما آب پیدا کو. با عصای خود که در سنگ زد 12 چشمه جاری شد. چرا 12 چشمه جاری شد؟
چرا که بنی اسرائیل متفرق بودن، متعصب بودن، به 12 قبیله تقسیم شده بودن، تعصب گرا بودن، قوم پرست و قوم گرا بودن، نجات پرست بودن. قد علم کل اناس مشربهم، بالای چشمه هر کدامشان نامشان بالای سنگ نوشته شد که یعنی چشمه از فلانگی قبیله است. یک بخیل بودن که شتر یک قبیله از چشمه مخصوص دیگه قبیله میخورد و شتر باید کشته میشد. لہذا قرآن دلیل نقلی پیش میکند انه لفی زبور الاولین. برای او یهود اگر نبوت چه میگفتن؟ پیغمبر اگر بیان در بنی اسرائیل میه، هیچ پیغمبر بغیر بنی اسرائیل نمیه. ما انزل الله من شیء، هیچ خدا تعالی هیچ بشر روان نکرده. بس خدا چه میگه؟ قل من انزل کتاب الذی انزل علی موسی. از چی میگین شما؟ دری برای شما چه میگن خانه خراب یهودیا؟ انه لفی زبور الاولین. قرآن دلیل نقلی پیش کرد. برین در تورات مراجعه کنین، به انجیل مراجعه کنین که ذکری پیغمبر آخر زمان در تورات و در انجیل است یا نیست. ذکر قرآن آمده. این دلیل نقلی میگن. دوم دلایل قرآنی دلایل منطقی است، دلایل منطقی عقلی است. یا قیاس اقترانی است با همراه اقسامش، قیاس اقترانی مع اقسامه، یا قیاس استثنایی مع اقسامه. و با شما در مسابقه گفتم مثلا قرآن چه میفرماید؟ خب قیاس اقترانی را شما خواندین که به خود 4 اقسام دارد، 4 صورت به خود دارد، 4 صورت. و قیاس اقترانی اکثرا در مقام اثبات پیش می شود، در اثبات پیش می شود به دلایل اثباتیه ثبوتیه که به خود باید مشتمل به 4 صورت است. ما از اساقوجی که خواندیم تا به الحمدلله. الله تبارک و تعالی می فرماید سوره قیامت اولش لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. در مقابل منکرین بعضی بعد الموت ما گفتیم توحید، رسالت، قیامت. در مقابل منکرین قیامت قرآن چی میگه؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. و میگفتن که اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید. این پیغمبر چی میگه؟ وقتی که شما خوب ریزه شوین تکش اذا كنا عظاما و رفاتا، اذا كنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. الى مشرکین کفار میگفتن، منکرین بعضی بعد الموت و منکرین قیامت حشر و نشر. با چی میگفتن؟ افترا علی الله کذبا ام به جنتون. میگه باز این نفر میگه که الله تبارک و تعالی میخواد کارو میکنه، یا به الله افترا کرده نعوذ بالله، یا این دیوانه است. پیغمبر خدا را میگفتن. رب العالمین دلیل پیش کرد بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این دلیلی عقلی منطقی است به قیاس اقترانی. به خاطر چی؟ به خاطر اثبات بعضی بعد الموت. تو خانه خراب تو خوبان دیگره تو میگی انسان ها تکت شوا خدا تعالی جمع میتونه جمع کرده نمیتونه او را بگذار. بلا الله تعالی میگه قل بلا یا محمد بگو آره بلا قادرین مایان قادر و توانمند هستیم علی ان نسوی بنانه. دیگر استخوانه ها و اسکلت خدا بگذارین. ما توانمند هستیم، توانایی داریم به اینکه ان نسوی بنانه ما برابر بسازیم بنانه و سرانی انگشتان انسان را. دیگه جو بگذار بندتانه الله تعالی برابر میکنه. ولو که ریزه شده باشین، خاک گشته باشین، خاکتان از کواتور بالا کرده باشه، برده جای دیگه انداخته باشه، از خاکتان خشت جور شده باشه، چونه جور شده باشه، گچ جور شده باشه، سیمت جور شده باشه، رنگ ورنیس جور شده باشه، از خاکتان خشت پخته کرده شده باشه، سنگ کاشی جور شده باشه، این سنگا تعمیرات جور شده باشه، تعمیرات باشین، ذره شده باشین. قیامت که دنیا تبا و تکه و برباد، ذره ریز مریز و دنیا که خوب اوار شد، الله تبارک و تعالی یک ذره یک جزئی لایت جزای شما را خدا تعالی پیدا میکند. اراده الله با مجزئی لایت جزای که تعلق گرفت بونم که تعلق گرفت کن موجودن کن انسانا فیکون، تمام سامان و اعضاتان موجود میشه پیدا میشه. خلاص
جزء الذی لا یتجزا. ما جزئی لا یتجزا را قبول داریم، حکما قبول ندارن. حکما میگن که فصل فی ابطال جزء الذی لا یتجزا. ما ابطال نمیگیم، از ما اثبات است. به هر صورت الله تعالی ببین دلیل چی پیش کرده؟ دلیل منطقی اقترانی پیش کرد. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ما توانمندان هستیم که توانمند هستیم، قادر هستیم، توانایی داریم به اینکه برابر کنیم، ما جور کنیم بنانه سران انگشت. اچی سران انگشت گفتم اشتباه کردم. بنان این سران انگشت هم است. بنده های انگشت های شما را هر انگشت چند بند داره؟ 3 بند داره. بندتون با برابر کردن میدانیم. حالا چی میگه الله تبارک و تعالی؟ حالا ببین و کل ما یقدروا علی ان یسوی بنان الانسانی. سغرا کبرا شد، سغرا شد. حالا شما تو بگین الله یقدر على ان يسوي الانسان، الله يقدر على ان يسوي الانسان، الله يقدر على ان يحشر الانسان. چرا؟ لانه تعالى يقدر على ان يسوي بنان الانسان و كل ما يقدر على ان يسوي بنان الانسان فهو ان يقدر على ان يحيي العظام بعد على ان يحيي العظام وهي رميم. فالله يقدر ان يحيي العظام وهي رميم. اینی قیاس اقترانیش. ملاهایی که مخالف منطقاً از مزار آواز بلند میکنند، از مزار آواز بلند میکنند که قاضی و حمدالله را ما از معارف باید بکشند. قاضی و حمدالله دشمنیشان با قاضی و حمدالله است. بدانند که دشمنی با قاضی و حمدالله دشمنی با علوم قرآن است. یکی از علوم قرآن دلایل قرآن است. قرآن در باب چی؟ عقاید، توحید، رسالت، قیامت. گاهی دلایل عقلی پیش میکند، گاهی قرآن دلایل عقلی منطقی پیش میکند. در قرآن، در آیات قرآن صغرا و کبرا و حد اوسط است. قیاس استثنایی است، قیاس اقترانی است، قیاس شرطیه متصله است، شرطیه منفصله است، مقدم است، طالع است. این چیزا آمده. حمدالله آمده او خانه خراب. قرآن نفی اجزا میکند الله که الله تبارک و تعالی هیچ جز ندارد. الله تعالی بسیط است. خلاص الله تعالی مرکب نیست، الله محتاج نیست، الله قدیم است، الله حادث نیست، الله ممکن نیست، الله واجب است. این بحث کی کرده؟ مطرح کرده قاضی، مطرح کرده. این بحث مولا حسن مطرح کرده. و تو ملائکی با علوم قاضی مبارک، با علوم مولا حسن، با علوم مولا حمدالله که مخالف هستی، خود جمیع العلوم فی القرآن لكن تقاصرت عنها افهام الرجالی. چون که فهمی تو به اون نرسیده، فهم قاضی مبارک حمدالله مولا حسن به اون رسیده. تو که بخل بای میورزی، بالا اینها رد میکنی، سوی ادب میکنی، گستاخی میکنی، بیادبی میکنی، اینا را بی مفهوم بی اساس قرار میدی. میگی از معارف، میگویی که نه موازیر معارف پیشنهاد میکنم که از نصاب درسی بکشد. گویان که بگویی که قاضی را از یک مدرسه بکشین، یعنی قاضی مبارک حیات بوده باشه. تو به وزیر معارف چی بگویی؟ قاضی مبارک در فلانکی مدرسه مدرس است، از گوشش بی بکش. مولا حمدالله زنده بوده باشد، بالفرض زنده بوده باشد، در مدرسه تو در مزار صدر المدرسین بوده باشد. تو به وزیر معارف پیشنهاد بگو که امیم حمدالله را از مدرسه ما از مزار تو در بستی ما روان کرده، ایره بکش. مولا حسن بکش. دمی دن تو که چبلق میزنه نمیزنه مردم، دمی دن میزنه. اولی که کتابش میگی خارج بکو، گویان که قاضی مبارک بویی که خارج بکو. مولا حسن میگه که از نصاب درسی بکش قاضی حمدالله، گویان که خودی حمدالله را گفته باشه بکش. هرچی صدراست، من صدرا را کار ندارم. صدرالدین جمله اندوالی توست، صدر شیرازی شیراز است او رافضی است، ما مخالفش هستیم. اما چیزی که کتابش گفته اوسعی است، تشریح کرده، شرح کرده بالا هدایت الحکمت. هدایت الحکمت متنش سنی است، از علامه اسیرالدین ابهری است، مصنف تابوجی. خلاص. اما با این که دو کتابا را مورد تخصص قرار داده، این مخالفت به این کتابها، بیادبی در حق کتابها، در حقیقت انکار از علوم قرآن است، انکار از دلایل عقلی قرآن است و انکار از چیز؟ از دلایل توحید است. اینی دلایل بود. جای دیگر الله تبارک و تعالی میفرماد، گفتم که بسیار جا
قرآن عظیمشان گاهی گاهی به قیاسی استثنایی دلیل پیش میکند، به قیاسی استثنایی دلیل پیش میکند. مانند چواری لو کان النهار موجودا فالشمس طالعه ولكن لم تطلع الشمس فلم يوجد النهار. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكن الطالع محال فالمقدم مثله. خلاص. قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين لكن الطالع محال فالمقدم مثله. امی دلایل چی هست؟ امی کام قیاس است. و جایی که خود تباهی و اسفل سافلین روان کردی ولا این اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين لكن الطالع محالا به باطل بگو فالمقدم مثله. ولا این اتبعت بالفرض و تقدیر اگر تو پیغمبر خواهشات یهود و نصارا را قبول بکنی بعد از اینکه به تو دلایل قرآنی و علم و وحی آمده است، انک بشک تو در حقیقت است که ان امتک تفسیر قرطبی نوشته الخطاب للنبی والمراد امته. ان امتک چرا پیش قرآن گفته و ما انت بتابع قبلتهم، تو قبله یهود پیروی نمیکنی، خواهش یهود هرگز قبول نداری. و ما انت تابعین صیغه اسم فاعل است، تا به روز قیامت دیره قبول نداری. خدا خود نفی کرده. این خانه خرابی به عقل به منطق که از منطق قرآنی دور است، از علوم قرآنی دور است، از قیاس استثنایی اقترانی شرطیه متصله منفصله دور است و این قبول هم نداره، زیرا که گستاخی در حق قاضی و اساتذه کرده، سبب تقصیرات و ضعف علمی می شود، سبب سوی حافظه می شود. این همه فراموش کرده همه را. باز فرق بین قضیه حملیه و شرطیه هم نکرده. در قضیه حملیه که خانه خراب در قضیه شرطیه از کجاست؟ اوزا حکم دایر بین در قضایای شرطیه حکم دایر بین مقدم و تالی است. حکم بین مقدم و تالی دایر است، در یک جا نیست. تو اصل نیست بوی. بین جمله شرطیه جمله خبریه در نحو فرق نکرده. در جمله شرطیه کجا از است، اوزا اگر است، تو از گفته ای، با تو باشی گفته ای، این خو دو حکم است. لہذا قرآن فرموده ولا این اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. طب اینجا چی شد؟ مقدم شد. انك اذا لمن الظالمین اطاله شد اگر تو بالفرض و تقدیر از خواهشات یهود و نصارا. اینجا الخطاب للنبی تفسیر قرطبی گفته الخطاب للنبی والمراد امته، زیرا گفته که نبی معصوم است از این کار. پیش قرآن یه نفی هم کرده، پیغمبر هرگز این کار نمیکند، اما میگه در میگم دیوار بشنو. تهدید بالای امت است که پیغمبر ما که حبیب است، رحمت للعالمین است، محبوبی است، خاتم النبیین است. پیش نفی هم کردم که کار پیغمبر هرگز نمیکند و معصوم است از صغیره و کبیره. بالفرض از یک صادر شوه انک اذا لمن الظالمین گفتم تو امتش بشنوی که تو را چی میکرده باشم. در میگم دیوار بشنو. این تهدید برای امت است. این خانه خرابی را برده بالای پیغمبر چسبانده حکم کرده. این چیز ضعف منطقی است، ضعف در علم منطقی است. فرق بین باشی و هستی به فارسی هم نکرده. لغت پردازی و لغت پردازی. من کثر لغته کثر غلطه. این مقدم شد. انک اذا لمن الظالمین اطاله شد لكن الطالع محال لكن الطالع باطل، لكن ظالم شدن پیغمبر باطل است. فالمقدم مثله کدام متابعت پیغمبر از خواهشات و هوا و حواس و پیشنهاد یهودم این محال شد. این قضایات قرآن آمده است. ولا این تبع امتك ان امتك اذا لمن الظالمین. در وقت اتباع امتی تو از جمله ستمگاران خواهند شد می شود. جای دیگه فرموده کانا یاکلان طعام. موجه صغرا و کبرا پیش گفتم که قرآن مطلبش در چی است؟ دلیل قرآن پیش میکنه ان عیسی و امه یاکلان طعام. ان عیسی و امه، عیسی و مادر عیسی که مریم است، لیسا بی الهین، اردو الهین و معبودین نیستن، شدن نمیتوانند، واجبین نیستن بلکه ممکنین هستند. چرا؟ لانهما یاکلان طعام، زیرا که اردو که بودن طعام میخوردن.
و کل من یأکل طعام فهو لیس بإله فعیسی و امه لیس بإلهین و کل من یأکل طعام، هر کسی که طعام بخورد فهو لیس واجب شده نمیتواند، فعیسی و امه لیس بواجبین، یکی عیسی و امه ممکنانی، هر دوشان ممکن است. چرا؟ لانهما یاکلان طعام. قرآن میگه، سقراط داخل قرآن است، کبرا مطوی است. لانهما یاکلان طعام، سقراط شد، زیرا که هر دو طعام میخوردن. و کل کبرا بیار و کل من یاکل طعام فهو ممکنون، خلاص، فعیسی و امه ممکنانی، دلایل قرآنی است.